سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 28 مارس تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. همه را بردند، از خواهرش هم درکی نیست. پیوندان فریدون شمس‌الدین در کجایند؟ با کمک احمد فیض‌الله خانزاده کانال جلب توجیکو به صف داعش خراسان را یافتند. مهاجران در اظهار نظرتان خیلی هوشیار باشید. پرونده یک جوان توجیک برای سفید کردن حمله تروریستی مسکو. اجاره نمیدهند، کارخانه را آتش زدند، به ماشین نمیشینند. افزایش فشار به مهاجران توجیک در روسیه. روزهای 28-29 مارس در تاجیکستان خطر فرو ریختن ترمه‌ها وجود دارد و اکنون تفصیلات خبرها. پدر و مادر، برادر، همسر با فرزند 8 ماهه، خوش دامن عمک و پسرعمک‌های فریدون شمس‌الدین یکی از گمانبران حمله به کراکوس سیتی هال مسکو را نفران لباس رسمی پوش با خود بردند. یکی از پیوندان گمانبر به حمله در صحبت با از پلوس گفت که به احتمال زیاد آنها کارمندان مقامات قدرتی تاجیکستان بودند، اما او نمی‌داند که پیوندانش در کجا نگاه داشته می‌شوند. خود فریدون شمس‌الدین 23 مارس، یک روز بعد حادثه حمله به کراکوس سیتی هال، بازداشت و 24 مارس از جانب دادگاه برای 2 ماه بحث پیشکی گرفته شد. خانه او در دهه لایاب شهر ایسار 25 کیلومتر دورتر از دوشنبه جایگیر است. وقتی خبرنگار آزیا پلوس روز 27 مارس در سراغ خانه فریدون شمس‌الدین به این دیه رفت، غیر از همسر برادرش دیگر کسی نبود. او هم نخواست با خبرنگاران صحبت کند. یکی از ساکنان این دیه بدون ذکر نامش گفت که همه پیوندان فریدون شمس‌الدین، پدر و مادر، برادر، همسر و فرزند 8 ماهه، خوش دامن عمک و 2 پسرعمکش را نفران لباس رسمی پوش با خود بردند. همسر عمک فریدون شمس‌الدین که در همسایگی او زندگی میکند در صحبت با آزیا پلوس این گفته را تصدیق کرد، اما دقیق نگفت که کارمندان کدام نهادهای قدرتی آنها را بردند و در کجا نگهداری میشوند. آنها را روز 23 مارس کارمندان مقامات با خود بردند. شوهر و پسر من هم نیستند. آنها برای از حال عمک خبرگیری رفتند و دیگر برنگشتند. نمیدونم همه آنها در کجا هستند. درباره خود فریدون شمس‌الدین این زن گفت که هرچند او مکتب را تا صنف 7 خونده، مدت برای آزار جنسی حبس شده بود، ولی در عموم او بچه آرام طبیعت بود. چند روز پیش از بازداشت فریدون به پدر عروسش زنگ زده و برای کار به نزدش دعوت کرده بود. وقتی پدر عروسش به مسکو رفت او را پیدا نکرد. گفت همسر عمک فریدون شمس‌الدین. یکی از پیوندان فریدون شمس‌الدین با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفته است در رفتارش هیچ عمل شوبه آور ندیده بود. 6 ماه پیش به روسیه رفت و به خانواده‌اش پول میفرستاد. خود فریدون شمس‌الدین در نوار بازپرسی مقامات روسیه گفت که او 4 مارس امسال از ترکیه به روسیه گذشت. به آنجا با هدف گذشتن از سرحد و تمدید بود و باشش در روسیه رفته بوده است. وی در همان بازپرسی گفت که برای اجرای حمله تروریستی از یاور یک روحانی 500,000 روبل گرفت. مقامات تاجیکستان درباره این و دیگر شهروندان بازداشت شده حالا حرفی نگفتند. 3 روز پیش 25 مارس رادیو آزادی از قبل یک پیوند فریدون نوشت که مقامات روسیه محبوبه زرگر و خواهر او را به دلیل در خانه‌اش نامنویس کردن فریدون با 3 کودکش از روسیه اخراج کردند. همسرش هم او را سر داده است. همسر عمک فریدون گفت خبر اخراج محبوبه را از همسایه ها شنیده است، اما او حالا نآمده است. یادآور میشویم که حمله به کراکوس سیتی هال مسکو شام روز 22 مارس رخ داد. 4 نفر مسلح وارد این بنا شده به سوی آدمان تیرخوری کردند. مقامات روسیه گفتند در پی این حمله تا این لحظه 140 نفر جان باخته، بیش از 180 نفر جراحت برداشتند. در رابطه با این حادثه در عموم بنا به اطلاع مقامات روسیه 11 نفر بازداشت شده است. از جمله 4 نفر سید اکرم رجب علیزاده، دلیرجان میرزایف، فریدون شمس‌الدین و محمد صابر فیضov به آن گمانبرند که به واسطه در کراکوس سیتی هال تیرپرانی کردند. هر 4 نفر آنها 24 مارس با حکم دادگاه نویه بسمانی برای 2 ماه بحث پیشکی گرفته شدند. مقامات تفتیشاتی شهر سنت پترزبورگ روسیه به ضد یک جوان 26 ساله تاجیکستان با اتهام در معذر سفید کردن تروریسم پرونده گشوده است.
خدمات مطبوعات سرریاست تفتیشات سنت پتربورگ روز 28 مارس سال 2024 خبر داد که این جوان توجک در شرحهایش در اینترنت حمله خونین هفته گذشته در شهر کراسنگورسک را سفید کرده است. شعبه تفتیشاتی نویه ویبورگ شهر سنت پتربورگ به شهروند 26 ساله تاجیکستان که در قلمرو روسیه ثبت نام ندارد با اتهام صادر کردن جنایت در قسم دوم ماده 205 کودکس جنایتی روسیه یعنی سفید کردن تروریسم عیب اعلام کرد و حالا مسئله همچون شورای پیشگیری به حبس گرفتن او بررسی می شود. بنا به فریضه تفتیشات گمان بر شونده از 24 تا 25 مارس سال 2024 در شبکه‌های اینترنت شرح‌های را نوشت که حمله تروریستی روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرتی کروکوسیتی خول را حق برآورده است گفته می شود در اطلاعیه. تفصیلات دیگر قضیه دسترس نیست. معلوم نیست که این جوان توجک به طرفداری از حملگران در کجا چی نوشته است. سرریاست تفتیشات پتربورگ گفت تحقیق قضیه ادامه دارد. در ثبت کوتاهی که این نهاد نشر کرد جوان توجک میگوید که اشتباهی را به گردن میگیرم و صمیمانه اظهار پشیمانی میکنم. بر اساس قسم دوم ماده 205 کودکس جنایتی روسیه برای در اینترنت سفید کردن تروریسم همچون جزا جریمه به اندازه از 300,000 تا 1,000,000 روبل یا از 5 تا 7 سال زندان پیش بینی شده است. این الکی دومین پرونده جنایتی با اتهام سفید کردن تروریسم در رابطه به حمله روز 22 مارس در شهر کراسنگورسک است. نخستین پرونده با اتهام سفید کردن تروریسم در رابطه به حمله کراسنگورسک به ضد نیکولای کاناشنکو شفر مدیر جزیره سنی هلند جدید در پتربورگ است. کاناشنکو را در فرودگاه پولکووا وقتی دستگیر کردند که او میخواست به ایروان پرواز کند. او بعد بازداشتش برای سخنهای خود عذر پرسید و همسرش نیز از منصب استعفا داد. بنا به خبرها کاناشنکو در یک شرحش در رابطه به حمله کراسنگورسک در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که چرا کروکوس چرا کرملین در پی حمله کراسنگورسک 10 نفر از عهدهگان تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی درباره این حادثه اظهار نظر کرده ایستادند. اکثر آنها به گناهکار بودن تاجیک‌های دستگیر شده باور ندارند و بر اینند که آنها قربان تهمت شدند. احمد فیض‌الله خانزاده نام شهروند تاجیکستان را بعد همگی 2 ماه بود و باشش از روسیه اخراج میکنند. رسما برای در محل ثبت نامش زندگی نکردند ولی در اصل برای اینکه او نیز عضو گروه یا کانال در شبکه تلگرام بوده است که 4 متهم اساسی به حمله خونین اخیر در کنار مسکو نیز عضو این کانال صدای خراسان بودند. باور می رود که حملگران محض توسط همین کانال مربوط به قنات تاجیکی سازمان تروریستی داعش خراسان به این سازمان جلب و به انجام حمله تروریستی مایل کردند. داریا لیبدوا رهبر خدمات مشترک مطبوعات دادگاه شهر سنت پتربورگ روسیه روز 27 مارس سال 2024 در تلگرام کانالش لیبدین اوز را خبر داد که دادگاه نوی پریمورسک شهروند تاجیکستان احمد فیض‌الله خانزاده را برای ویران کردن قانون‌های مهاجرت بر اساس قسم 3 ماده 18 کودکس قانونشکنی‌های مأموری روسیه به جوابگری مأموری کشیده 5,000 روبل جریمه بست و حکم اخراجش را برآورد. تا زمان اخراجش فیض‌الله خانزاده را در بازداشتگاه مهاجران نگاه خواهند داشت. داریا لیبدوا خبر داد که احمد فیض‌الله خانزاده تازه 19 ژانویه سال 2024 به روسیه آمده پتنت برای کار گرفت و در تنگکوچه فوراژنی ثبت نام کرد ولی اون نه در محل ثبت نامش بلکه در خوابگاه واقع در کوچه 5 سویتسک زندگی میکرد. طبق قانون‌های مهاجرت روسیه مهاجر باید در محل ثبت نامش زندگی کند ولی البته سبب توجه همکاران من جای زیست نبود. فیض‌الله خانزاده در تلگرام کانال عضو گروهی بود که از طریق آن امیسرهای سازمان تروریستی داعش آدمان را برای انجام حمله های تروریستی در روسیه جلب میکردند. نفرانی که 22 مارس سال 2024 در کروکوس سیتی هال حمله تروریستی انجام دادند نیز در همین گروه اینترنتی جلب شده بودند. خبر داده است داریا لیبدوا. ظاهرا تفتیش پرونده احمد فیض‌الله خانزاده با آشکار شدن کانال جلب عاملان حمله خونین به کروکوس سیتی هال آورده است. یک منبع اوگا روز 27 به خبرگزاری ریا نووستی خبر داد که عاملان این حمله را توسط تلگرام کانال صدای خراسان که به قنات تاجیکی بخش افغانستانی داعش معروف به ولایت خراسان تعلق داشت به این کار جلب کردند. منبع ریا نووستی گفته است حالا به سبب برای اون نامعلوم تلگرام کانال که از افغانستان از جانب قنات تاجیکی داعش خراسان اداره میشد
از بین برده شده است. خبرنگاران ری نووستی نیز این مسئله را پیگیری و معاین کردند که کانال صدای خراسان نه در تاجیکستان و نه در روسیه دیگر باز نمی شود. اما در اروپا طور اداره پایگاه خبری بامداد معاین کرد بات کانال صدای خراسان هنوز فعال بوده. با نشر ویدیوهای فراوان مردم را همچنان برای هجرت به سرزمین خراسان دعوت کرده ایستاده است. یادآور می‌شویم شام 22 مارت 4 نفر مسلح به تالار کنسرت‌های کروکو سیتی هال در شهر کراسنogorsk حمله آورده ازدحام را قبل از آغاز کنسرت گروه موسیقی راک پیکنیک تیرباران کردند و گلوی برخی را نیز بریدند. مسئولیت حمله را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. ده‌ها مهاجر تاجیک در روسیه پس از حمله تروریستی در تالار کنسرتی کروکو سیتی هال در مسکو هرچه بیشتر به بیگانه‌ستیزی روبرو شدند. در پس منظر حمله مقامات روسیه تصمیم گرفتند که نظارت ورود مهاجران به کشور را پرزور کنند. خبر میدین رسانه‌ها با تکیه به منبع از وزارت کارهای خارجه روسیه بعضا می نویسد که در شعبه های مقامات کارهای داخلی روسیه برای تفتیش علاوگی شهروندان خارجی گروه های ویژه ناظران محلی و افسران کفتکوب جنایی تأسیس داده شدند. این گروه ها به منطقه ها تقسیم شده منزل ها، خوابگاه ها، کارخانه ها و دیگر مکان‌های را که مهاجران کار میکنند تفتیش میکنند. الکی در مرکزهای سودای شهر یکاترینبورگ نیروهای امنیتی محلی از سوداگران اجاره نشین طلب کردند که رویخط کارگران ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان را پیشنهاد کنند و در عکس حال جریمه میشوند. یک گروه از مهاجران تاجیک و ازبک در ساختمان در روسیه کار میکردند. نوبسته از آن که همه حجت‌هایشان کامل است تنها برای تاجیک و ازبک بودند از کار رانده شدند. مهاجران تاجیک نگرانند که ریت‌ها بیشتر به آنها تاثیر منفی میرساند و انتظار میرود پس از این گروه مهاجران را بازداشت و از این کشور اخراج نمایند. در نوبت خود جمعیت تاجیکان در روسیه با نظرداشت افزایش جنایت‌های دارای خصوصیت بیگانه‌ستیزی از شهروندان تاجیکستان خواسته است که نهایت احتیاطکار باشند و برای آنها فهرست تفسیرها آماده کردند. در همین حال شروع جمعیتی نزد سفارت تاجیکستان در روسیه با پخش اظهارات گفته است که وضعیت برای شهروندان خارجی در روسیه تغییر نیافته است. سفارت بدون آوردن نام گروه یا شخصان مشخص از شهروندان تاجیکستان خواسته است به معلومات‌های ساخته و بی اساس که از جانب گروه‌های علایده پخش می‌شوند باور نکنند. این در حالی است که در چند روز اخیر در شهرهای گوناگون روسیه مهاجران تاجیک با ضرب و لط و تهدید و بازداشت و اخراج از این کشور مواجه می‌شوند. در شهر بلاگویشنسک ولایت امور شخصان نامعلوم نقطه فروش سودا را که به مهاجران تاجیک تعلق داشت آتش زدند. طور شهردار آن الک ایمایف گفته است این کار در زمینه ملی صورت گرفته است. در کلوگ افراد ناشناس در کوچه 3 شهروند تاجیکستان را لطوکوب کردند. حالا یکی از آنها در بیمارستان بستری است. غیر از این در مناطق مختلف روسیه مشتریان به طور عمومی از خدمات تاکسی که راننده‌اش تاجیک است دست میکشند. شبکه‌های تلگرام از صفحه‌های عمومی نمو گرفته ها را نشر کردند که در آن آدمان از ضمیمه ها بر رانندگان می نویسند که اگر از تاجیکستان باشند فرمایش را بیکار کنند یا آنها مجبور می شوند که به پلیس مراجعت کنند. پس از رسانه‌ای شدن آن که یکی از گمانبران حمله به کروکو سیتی هال محمد صابر فیضوف 19 ساله چند ماه در سرتراشخانه در شهر ایوانوو کار کرده است، چند روز با ساکنان محلی به مأمور آن تهدید کردند. آنها به مأمور و شرح‌های دهشتناک می نویسند شکایت کرده است یمینه صفی و دیرکتور سرتراشخانه. ضمناً تعدادی از مهاجران تاجیک نقشه بازگشت به تاجیکستان را دارند. چندی از مهاجران کاری در صحبت کتبی به ما گفتند از ترس چند روز است از خانه‌هایشان نمی برآیند و کار هم نمی روند. کارفرما هم گفت که یک مدت به کار نبیاییم، حتی به مغازه برای خرید محصولات غذایی با ترس می رویم. صدا شهروندان تاجیکستان که همچنین شهروندی روسیه را گرفته در این کشور کار و زندگی دائمی دارند از تقدیر آینده خود نگرانی می کنند و می گویند با وجود داشتن شهروندی ما را همیشه جدا می کردند. اکنون بعد این حادثه بیگانه‌ستیزی بیشتر می شود. چندی از مهاجران کاری تاجیک شکایت دارند که صاحبان خانه‌هایی که آنها اجاره می نشینند از آنها طلب دارند که
خانه را خالی کنند و آنها دیگر به تاجیکان اجاره نمیدهند. افزایش فشار بالای مهاجران کوری در حالی است که در گذشته مقامات روسیه و ساکنان علایده روسیه به هر راه به مهاجران کوری تاجیک فشار می آوردند و مناسبت تند یا بیگانه ستیزی می کردند. اکنون بعد حادثه کراکو سیتی خال که به گفته مقامات روسیه پای تاجیکان در آن کشیده شده است، این فشارها بیشتر می شوند. شام 22 مارت سال روان چند دقیقه پیش از آغاز کنسرت گروه پیکنیک به تالار کنسرتی کراکو سیتی خال در مسکو چند نفر با سلاح وارد شده به سوی میمانان آتش گشوده بنا را آتش زدند که در نتیجه طبق اطلاع رسمی 140 نفر به هلاکت رسیده، حدود 200 کس مجروح شدند. مقامات روسیه خبر دادند که در پی این حمله 11 نفر از جمله 7 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند قرقیزستان بازداشت و تا ماه مای به حبس گرفته شدند. کمیته روزهای فوق‌العاده تاجیکستان با توجه ساکنان و میمانان جمهوری میرساند که بر اساس معلومات هواشناسان روزهای 28 و 29 مارت سال 2024 در یک قطار راههای کوهستانی توبه مرکز در شورای دوشنبه خوجند چنوق همچنین در ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان احتمال فرو ریختن ترمه و سنگریز و بسته شدن برخی راهها پیش بینی کرده می شود. به این دلیل کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان این منطقه‌های ترمخیز خواستند که در این روزها از رفتن به جمع‌آوری گیاهای شفابخش کوهی همچنین از شکار و ماهیداری خودداری کنند. از رانندگانی که در این روزها قصد سفر از طریق عقبه‌های کوهستانی را دارند خواسته شده است که پیش از سفر درباره وضع راه‌ها و شرایط آب و هوا تمام معلومات لازمه را به دست آورده واسطه‌های نقلیات خود را برای سفر آماده کنند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ فروریزی ترمه‌ها در فصل سرما و آغاز فصل بهار خطرناک به شمار می‌روند. سال 2023 در تاجیکستان 335 حالت فرو ریختن ترمه ثبت شده، در چندین حالت باعث مرگ شهروندان هم شده است. ترمه‌ها بیشتر در شهرهای دوشنبه خوجند چنوق، یگانه راه زمینی بین ولایت سوغد و مرکز تاجیکستان، همچنین در راه‌های کوهستانی وادی رشت و ولایت مختار کوهستان بدخشان فرو می‌ریزند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.